درود بر شما، آرش هستم و یادگیری زبان با سریال How I Met Your Mother قسمت اول رو شروع میکنیم. اینجا قراره کلی اصطلاح و گرامر بهتون یاد بدم که هیچ جای یوتیوب و اینستا ندیده باشید. Let's dive in. وقتی بخوایم یه نفر رو مهمان کنیم و بگیم تو نمیخواد حساب بکنی، به نظرتون چی میگیم؟ Hey, on the house. Everything was on the house. And don't worry, for the Godfather, it's always on the house. It's on the house. وقتی میخوای بگی که مهمون ما هستین، معمولا توی کافه ها و رستوران ها اتفاق میفته، مثلا یه چیز اضافه بر سازمانی براتون میارن و نمیخوان پولش رو ازتون بگیرن، میگن it's on the house. Tonight your coffee is on the house. امشب قهوه‌تون رو مهمون ما هستین. خب حالا به نظرتون به یه خانم سکسی جذاب چی میگن؟ See that little hottie on the end? He turned into such a little hottie this year. The hottie with the hat? Hottie, a sexually attractive woman called Hottie. Did you see that Hottie at the cafe? She totally smiled at me. دیدی اون خوشگله رو تو کافه؟ به هم لبخند زد. On the end, به چیزی که در دورترین نقطه قرار داره اطلاق میگیره. See that little hottie on the end? That's me on the end. Next to your dad. Miss Potter, would you get on the end of the line? The red chair is on the end of the row. اون صندلی قرمزه توی ردیف آخر قرار داره. وقتی بخوای سینه های بزرگ یه خانم رو توصیف کنی از چه عبارتی استفاده میکنی؟ She's short but has an ample bosom. It was Paulina's perfume and the application thereof upon her ample bosom. She wore a dress that elegantly complemented her ample bosom. یه لباس پوشیده بود که قشنگ بهش میومد و سینه های برجسته‌اش رو خوش فرم نشون میداد. Yeah, I think it's pretty solid. Pretty solid. اینجا به معنی خیلی خوبه. Looks pretty solid. This seems pretty solid. It was a pretty solid performance. اجرای خیلی خوبی بود. So Uncle Marshall and Aunt Lily filled me in. Fill me in یعنی یه نفر رو در جریان قرار گذاشتن. به یه نفر اطلاع دادن. به من اطلاع دادن. Fill in به معنی اطلاع دادن، در جریان گذاشتن. So fill me in. Fill me in. I missed the meeting. Can you fill me in? من جلسه رو از دست دادم. میشه برام جریان رو تعریف کنی؟ Had a few pukes. One of you guys cleans it up. Puke یعنی استفراغ کردن. The baby puked all down my shirt. بچه روی کل لباسم بالا آورد. If he pukes, one of you guys cleans it up. اگر بالا بیاره، یکی از شماها باید تمیزش کنه. این یک جمله شرطی نوع اوله که برای موقعیت‌های ممکن در حال و آینده به کار میره. توی شرطی نوع اول بخش if با حال ساده میاد و نتیجه معمولاً با حال ساده یا آینده ساده به کار میاد. Will plus verb. خب بچه یه اسلنگ هست وقتی که بخوای بگی که یه تصمیم خیلی اشتباه گرفتی از اون استفاده میکنی. Bad idea, Gene. Bad idea jeans. Bad idea jeans. Texting my ex at 2 a.m. Definitely wearing my bad idea jeans. فرستادن پیام به اکسم 2 نصف شب قطعاً یه تصمیم خیلی بده. That's the whole point of getting drunk. You do things you'd never do in a million years if you were sober. That's the whole point of getting drunk. کل هدف مست شدن اینه. You do things you'd never do in a million years if you were sober. کارهایی رو میکنی که هیچ وقت توی میلیون ها سال وقتی که هوشیار هستی انجام نمیدی. Sober مخالف drunk هست. یعنی حالت هوشیار داری، مست نیستی. That's sweet and odd. That's so sweet and odd. خیلی شیرین و عجیبه. وقتی یه کار خیلی عجیب انجام میدی، تعریف میکنی مثلا از یه دختری و اون رفتار خیلی عجیبه، ممکنه همچین جوابی رو بهت بده. She has a sweet and odd habit of leaving little doodles on napkins for her friends. او عادت شیرین و عجیبی داره که برای دوستاش روی دستمال کاغذی نقاشی‌های کوچیک میکشه. Oh, and wow, for a little girl, you got a big tank. You got a big tank. یعنی شما ظرفیت بالایی برای مشروب خوردن داری. یعنی جنبت بالاست و خراب نمیشی. مثانه بزرگی داری. ولی اینجا به معنی داشتن مثانه بزرگی میگه با اینکه جثه کوچیکی داری، مثانه خیلی بزرگی داری، میتونی مشروب خیلی زیادی رو توش جا بدی. This way. If you pass out in the gutter,
If you pass out in the gutter یعنی اگر که کنار جوب آب بیهوش شدی. pass out به معنی بیهوش شدن و gutter به معنی جوی آب. دوستان عزیزم این قسمت اول از سریال How I Met Your Mother بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و با لایک و سابسکرایب کردن چنل به من کمک کنید تا ویدیوهای بهتر و بیشتری واسهتون تولید کنم. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.